تو هواپیمای اوکراینی که دقیقاً همون شب انتقامه، دو بار پدافند ما اشتباه میکنه. یک بار کیو میزنه؟ عباس. رئیس پدافند کی بود آماده؟ دفعه دوم پدافند اشتباه میکنه، هواپیما اوکراینی رو میزنه. کی باید دستور کلیر آسمان کشور رو بده؟ رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت. خب ببخشید من سوالم اینجاست، امارات فهمید اون شب کلیر بود، عراق کلیر بود، پاکستان کلیر بود، تمام آسمان کشورهای منطقه کلیر بودن. شما چرا اصرار داشتید این هواپیمایی که یک ساعت خوردی هم بچهای حفاظت پرواز در فرودگاه امام خمینی تا عواملش رو بازداشتم کرده بودن، مستقیما از دولت تماس گرفته میشه و اینا آزاد میشن و دستور و اجازه تیک آف بهشون داده میشه؟ نکنه این چشم جاسوسی موشک‌های کروز آمریکایی بود؟ چون این هواپیما 6 ماه قبل به خاطر نقص فنی در تل‌آویو خوابیده بود. دیگه چیکار کنیم باور کنید یه سری خائن دورمون گرفتن؟ رهبر دیگه چجوری بیاد بگه؟ رهبر اگه میگه رئیس جمهور توهین نکنید، حرف دست شخص نیست، میگه این جایگاه حذف نشه، چون فردا یه انسان دیگه در این جایگاه مینشینه. فردا رئیس جمهور دیگر که بیاد، وقتی جایگاه ریاست جمهوری حذف شده در بین جامعه، دیگه هر جمعه کسی حذف میشه میکنه. اما با شخص تعارف نداریم. شما هم نمیدونستی یا شما میدونستید؟ هم من میدونستم، هم رئیس جمهور میدونست. پیش خودم من گفته بودم، به من گفتن که این هواپیما رو بچه‌ها یه چیز زدن، اشتباه کردن. من همون موقع تلفن که قطع شد، دادم تلفن رئیس جمهور رو برداشتم بشورد. کی بهتون زنگ زد؟ شهید باقری به من زنگ زد. آقای ظریف و مجمع دولت میگن که ما اصلا مطلع نبودیم. آقای روحانی که مطلع بود، من که وظیفه‌م نبود که آقای ظریف مطلع بود. آقای روحانی باید به آقای ظریف میگه. این 3 روز مخفی نگه داشتن تصمیم شورای امنیت ملی بود یا تصمیم ستاد کل بود؟ ستاد کل که داشت دقیق بررسی میکرد که علت چیه. مثلا من یادم یک کسی از این اعضای شورای امنیت ملی میگفت که جنگ الکترونیک آمریکا منجر به این شد. حالا ما خواستیم به اصالت کنیم آقا طوری نیست. او دنبال اثبات این بود و از نظرش هم دفاع میکرد.